داشتن امید و انگیزه خیلی عالیه، اما اون چیزی که منو به موفقیت رسوند بعد از صفر شروع کردن توی 40 سالگی، بعد از ورشکستگی، بعد از طلاق، بعد از MS، قطعا انگیزه نبود. یه چیزی بود به اسم اراده. امروز من خیلی صمیمی توی محیط آشپزخونه‌ام در حالی که دارم آش دوغ درست میکنم، اونم شمالی، براتون خیلی ساده دست یافتم به اراده رو واضح میگم، چون خودم این راه رو رفتم، چون خودم به دستش آوردم. اراده‌ای که نداشتم، اراده‌ای که حتی برای بیدار شدن از خوابو نداشتم. قبلش ازتون خواهش میکنم این ویدیو رو لایک کنین، چون یه لایک کوچیک شما یه کمک بزرگ به منه. پس طبق ویدیو قبلی که بهتون گفتم راز شروع کارهام، 3 2 1 بریم که براتون بگم. این آش دوغم بهتون نشون میدم که ما شمالیا آش دوغ رو چجوری درست میکنیم. نمیدونم آش دوغ دوست دارین یا نه، ولی واقعا توی این سرمایه الان میچسبه. ما قرار نبود این چغندر به این بزرگی داشته باشیم، ولی وقتی آقایون رو میفرستی واسه خرید، منم پسرمو فرستادم برای خرید، اومد خونه با همچین چغندری و الان نمیدونم این همه چغندر رو باید چیکار کنم واقعا. ما توی آش دوغ سبزیجات میریزیم و من توی آش دوغ مثلا اردبیل و اینا ندیدم که سبزیجات باشه. اما صحبت ما امروز در مورد آش دوغ و چجوری درست میشه نیست. من فقط میخوام حین کار باهاتون صحبت کنم تا یک کم این فضای آشپزخونه من که فالوورای من توی اینستاگرام دوست دارن بر شما هم حفظ بشه. فکر میکنم این چغندر یه 2 کیلویی بشه و واقعا در توانم نبود ایستاده انجامش بدم. خب ما اول از اینجا باید شروع کنیم که اراده از کجا میاد؟ از ذهن شما، از مغز شما. این خیلی واضحه. اما هممون دیدیم که مثلا اراده خیلی خوب داریم، مثلا برای شروع میکنیم، حالا مثلا برای رسیدن به هدفهایی که داریم، مثلا میخوایم صبح زود بیدار شیم، ما اراده میکنیم روز اول و مثلا 5 صبح بیدار میشیم، یه هفته هم ادامه میدیم، ولی بیشتر از یه هفته نمیشه. علتش چیه؟ علت این که این اراده رو ما داریم اما دائمی نیست چیه؟ ببینید ورزشکار، میخوام از یه مثال خیلی واضح شروع کنم. ببینید ورزشکارهایی که توی پرورش اندام کار میکنن الان کاملا حرف منو متوجه میشن. ببینید وقتی اونا میخوان عضلاتشون رو بسازن، میدونن که مثلا تا ماه اول حتی مثلا 1% از چیزی که میخوان بهش نمیرسن و اون عضلاتی که قرار ساخته بشه به مرور زمانه. یعنی اونا هر چقدر میرن توی باشگاه بیشتر کار میکنن، اون عضلاتشون قوی تر میشه و ماهیچه هایی که ساخته میشن با 1 روز 2 روز نیست. یعنی امروز اینا میرن کار میکنن 1% از کار انجام میشه و هر چقدر زمان بیشتری بگذره، هر چقدر اینا تایم بیشتری داشته باشن، عضلات قوی تری دارن. ماهیچه ساختن دقیقاً کارش مثل رگ‌های عصبی و سیستم عصبی مغز ماست. ببینیم وقتی ما میخوایم یه چیزی رو اراده کنیم و ببینیم مغز ما، یعنی این قسمت مخچه ما میاد به یه چیزی فکر میکنه. اما توی ویدیوی قبلی هم گفتم اون چیزی که باعث میشه ما شروع کنیم و اقدام به کار بکنیم تو قسمت پیشانی ما و قسمت پیشانی ما قسمت شروع کننده است. ما اقدام میکنیم اما ادامه نمیدیم. چرا؟ چون عضلات مغز ما ضعیفه و ما با 1 بار مثلا رفتن باشگاه یا 1 بار صبح بیدار شدن، این عضله مغز، این سیستم مغزی ما قوی نمیشه و ما ولش میکنیم، میگیم خب تموم شد، نتونستم، موفق نشدم، در صورتی که موفقیت توی ادامه دادنه. یعنی حتی اگر مثلا شما این هفته موفق نشدین، باید هفته بعد دوباره شروعش کنید
و هر باری که ما میایم یک بار مثلا از همین بیدار شدن صبح ها ما میایم صبح بیدار میشیم، یه عضله ما مثلا 1% عضله مغز منظورمه، خب مثل عضله ماهیچه ها شما اونو در نظر بگیرید، اونم عضله داره و با هر بار اراده کردن ما اون قوی تر میشه و هر چقدر تعداد این کارهای سخت ما بیشتر باشه این عضلات مغز ما قوی تر میشه. میبینین آدم هایی که مثلا توی کار خوبن، توی صبح زود بیدار شدن خوبن، توی ورزش خوب هستن، زیبا هستن از نظر زیبایی به خودشون، بعد میبینین یه کلکسیون از کارهای موفق دارن، بعد اینا فکر میکنن مثلا این استعداد داره توی این، نه، اون انقدر کارهای مختلف رو اراده کرده که عضلات مغزش قوی شده و با هر بار مثلا شما میان یه تصمیم میگیرین، من پس این چقدر بر نمیام، با هر باری که میان تصمیم میگیرین یه قسمت از عضله مغز خودتون رو قوی میکنین. حالا مثلا شما در نظر بگیرید اون آدمایی که به نظر شما خیلی موفق هستن، مثلا اومدن یک بار اول مثلا صبح زود بیدار شدن شروع کردن، دیگه موفق نشدن اینو خورد کنن، دارم نهایت پوستم کنده شد اما این بالاخره خورد شد. این چون میخوره سفتره و توی دوغ نمیپزه، اول جدا اینو میپزم، بعد دیگه آش دوغ و بار میذارم. همونطوری که گفتم نیروی اراده عین عضلات ماست که هر چقدر عضلات رو بیشتر تقویت کنیم عضله بیشتری میسازیم و ما در مورد ارادهمون هر چقدر اراده به کار ببریم و یه کاری رو انجام بدیم اراده ما قدرتش بیشتر میشه و ما کارهای بیشتری میتونیم انجام بدیم. حالا مثلا در مورد همین آدم‌های موفق، اینا از روز اول تو همه چی موفق نبودن، امروز مثلا اومدن برای اندامشون مثلا زحمت کشیدن توش موفق شدن، فردا اومدن توی کار شغلشون، توی شغل و بیزینسشون اراده به کار بستن و موفق شدن، پس فردا مثلا توی توسعه فردیشون و به همین ترتیب شما یه آدم موفقی دیدی که توی همه چی خوبه، در صورتی که این اینجوری نبوده که همین امروز توی همه چی خوب باشه. یعنی اصلا ما آدم موفقی نداریم که از روز اول تو همه چی خوب بود. این آدم ها به مرور زمان وقتی اراده میکنن و یه کاری رو انجام میدن، برای کار بعدی کم براشون ساده تر میشه. مثلا ما توی موضوعی که در مورد موفقیت من پست گذاشتم یه حرفی رو که زدم این بود که مثلا شما صبح که بیدار میشین از کارهای سخت شروع کنین. مثلا صبح یه دوش آب سرد باعث میشه ما عضلات اراده ما قوی تر بشه، بعد برای کار بعدی که مثلا یه کار توی شغلتون هست، اون دوش آب سردی که صبح شما موفق شدین اراده کردین و انجام دادین، شما رو توی اون کاری که میخواین توی بیزینستون انجام بدین براتون ساده تر میشه. دلیلش هم قوی شدن همون عضلاتیه که در موردش حرف زدم. حالا در مورد خودم چی کار کردم؟ من از روز اول توی همه چی نمیتونستم خوب باشم. اومدم برای خودم اولویت بندی کردم که من الان مثلا چه چیزی خیلی برای من مهمه. اول رفتم سراغ اون که شروع کردن یه شغل بود، چون به نظر من آدم از لحاظ درآمد و پولی وقتی وضعیتش بهتر میشه توی چیزهای دیگه هم میبینیم موفق تر میشه. پس اول شغلم رو ایجاد کردم و شروع کردم توی شغلم موفق شدن، بعد رفتم سراغ چیزهای دیگه. شما هم بشینید اولویت بندی بکنید ببینید چه چیزی برای شما خیلی اولویتش بیشتره و واجبتره به قول معروف که مثلا از اونجا شروع کنید. من اگه براتون مهمه که این آش دوغ موادش چیه، من توی دیسکریپشن حتما براتون می‌نویسم. برای اون علاقمندان آش دوغ، مثلا آش دوغ شمالی که خیلی خوشمزه است، می‌نویسم چه موادی دارم می‌ریزم، اندازه‌ش هم براتون می‌نویسم. دیگه طرز درست کردنش هم که دیگه واضح داریم می‌بینید، اندازه دقیق رو توی دیسکریپشن براتون می‌نویسم. دیگه سبزیام پاک شد، اینا رو هم ببرم بشورم، باید خورد بشه، اندازه‌ای درشتر باید خوردش کنیم. میام با ادامه حرفام.
آش دوغ و بار گذاشتم. قبل از اینکه حرفام بزنم اول میخوام همه وسایل رو بریزم توش. میخوام قبلش بهتون نشون بدم آش دوغ شمالی نخود نداره، اما من میخوام به این نخود اضافه کنم چون بچه‌ها دوست دارن. حالا بهتون نشون میدم دیگه چه چیزایی اضافه میکنم. سیر فراوون نخود، ببینید چغنده رو که گذاشتم پخت، بعد نخود اضافه کردم، الانم سیر خیلی فراوون. این قابلمه بزرگ آش دوغه. من به ترتیب هر چی به شما نشون میدم همه رو میریزم این تو. برای غلیظ شدنش هم از برنج استفاده میکنیم، هم نیم دونه میشه هم برنج کامل. دوباره میگم توی دیسکریپشن اندازه‌های دقیق رو براتون مینویسم، حتما بریم اینم بریزیم توش. حالا دوغ محلی داریم، این دوغا رو بهش اضافه که دلمه نبنده و به قول ما نبره. تخم مرغ اضافه نمی کنیم، فقط تا موقعی که این جوش بیاد کاملا همش میزنیم. یعنی من الان این دوغا رو اضافه میکنم، انقدر هم میزنم تا شروع کنه به قلقل. شروع کرد به قلقل دیگه اصلا لازم نیست همش بزنیم، دیگه میذاریم واسه خودش بپزه. همین باعث میشه که نبره آش دوغ ما. حالا تا اینو دارم هم میزنم حرفامون رو به یه جایی برسونیم. در مورد اراده حرف زدیم و من بهتون گفتم که اراده ساختنیه و نمیشه شما با انجام یک کار اراده قوی پیدا کنید. شما با انجام چندین کار به مرور زمان رگ‌های عصب مغزتون و واقعی این چیزا، یعنی تمام سیستم عصبی شما قدرتش به مرور زمان زیاد میشه. یعنی امروز میایی مثلا صبح زود بیدار میشی، ارادت یکم قوی میشه، دوش آب سرد میگیری، دوباره ارادت قوی میشه، فردا مثلا میری دنبال یه بیزینسی که بهش علاقمند بودی، ارادت قوی تر میشه و همینطور به مرور زمان شما میبینید یک اراده خیلی قوی پیدا کردید. مثل ماهیچه ها، هر چقدر ما بیشتر کار کنیم روی عضلات ماهیچه‌مون، عضلات قوی تری داریم. و در مورد اراده هم هر چقدر ما اراده کنیم برای کارهای متفاوت، همونجوری اراده قوی تری داریم. چیزی که در مورد موفقیت کمتر در موردش صحبت میشه اینه که اصلا موفقیت اینجوری نیست که شما امشب بخوای فردا صبح بشی یه آدم موفق، یا یه آدم خیلی ضعیفی باشی یه کاری رو شروع بکنی و یهو تو اون کار موفق بشی. حالا زمانش مهم نیست، اینکه آیا گفته شده که این آدم چه خطی رو طی کرده، چه پله پله‌ای رو طی کرده تا این موفقیت برسه، هیچ وقت هیچ کس نمیاد بگه. ببینید موفقیت اینجوری نیست که پلکانش اینجوری باشه، از اینجا شما بریم به اینجا برسیم. نه، شما اینجا هستی، یه چیزی رو اراده میکنی، بعد میای مثلا اینجا دوباره شکست میخوری، میای پایین، دوباره شروع میکنی میری بالاتر، دوباره شکست میخوری یا مثلا خسته میشی، یه مدت دست نگه میداری، همینجوری میرسی بالا. اینجوری نیست که یهویی یه دفعه یه نفر توی یه کاری موفق بشه. و متاسفانه آدم هایی که خودشون این مسیر رو رفتن نمیان بگن چقدر شکست خوردن، چون فکر میکنم مثلا با صحبت در مورد شکست هاشون انگیزه رو از بقیه میگیرن، در صورتی که من فکر میکنم اگر اونا بیان از شکست هاشون هم بگن، از سختی های کار، از دفعاتی که خسته شدن و رها کردن بگن، خب آدم ها متوجه میشن که اونا هم الان توی مثلا این مسیرن. مثلا شاید شما الان دارین یه کاری رو شروع میکنین، یهو شکست میخورین، بعد میگه خب پس نه، من اون آدم موفقه نبودم، در صورتی که این آدم هایی که موفق شدن بارها و بارها شکست خوردن، بارها و بارها خسته شدن، ناامید شدن، گریه کردن و دوباره بلند شدن. مهم اینه که دوباره بتونین از نو شروع کنین. اگه 10 بار یک کاری رو شروع کردیم و موفق نشدیم، دفعه 11 شروع کنید، دفعه 12 شروع کنید. آدم‌های موفق این شکلی موفق شدن، اینجوری ارادهشون قوی شد. این نیست که یهویی بتونی موفق بشی. اصلا ما اصلا همچین چیزی رو تو قاعده قانون موفقیت نداریم. بارها و بارها ناامید نشدن، بارها و بارها خسته نشدن مهمه. همونطوری که میبینی این دیگه به جوش اومده، انقدر همش زدم تا قلقل خورد. دیگه الان فقط سبزی رو اضافه میکنم، میذارم یه 2 ساعتی واسه خودش بپزه. پایان کارش هم حتما نشونتون میدم، اما باشین یه کوچولو باهاتون حرف دارم. سبزی سرده میریزیم به توش، دوباره این یه خورده از قلقل میفته، دوباره یکم هم میذاریم تا به جوش بیفته. اگه بدونین چه عطری تو خونه پیچیده، حتما یه بارم شده این آش دوغ شمالی رو امتحان کنید. خلاصه همه حرفام فقط همین بود که
اراده یک روزه یک شبه به وجود نمیاد. کم 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 باید تقویتش کنید، باید بهش فرصت رشد، فرصت قوی شدن بدین و این با کارهای کوچیک کوچیک کنار همه. نمیشه همین فردا صبح شما تبدیل بشین به یک انسان خیلی موفق و با اراده یک روزه به وجود نمیاد. و همیشه هم سعی کنین به ذهنتون کوچیک کوچیک، یعنی مثلا اگه قراره شما مثلا روزی 2 ساعت زبان انگلیسی بخونین، نه همین فردا صبح تصمیم بگیرین که آره من از فردا روزی 2 ساعت زبان انگلیسی میخونم. نه، شما از 10 دقیقه شروع کنید، شما از 5 دقیقه شروع کنید. اینجوری ذهن کمتر میترسه و اراده کم کم قوی میشه. مثلا وقتی تصمیم میگیرین از فردا 5 دقیقه زبان بخونید، خب ذهن میگه خب 5 دقیقه که چیزی نیست. توی کتاب عادت‌های اتمی هم دقیقاً همین موضوع رو داره میگه، یا کتاب اثر مرکب دقیقاً حرفشون همینه که این 5 دقیقه هاست که اراده ما رو قوی میکنه و باعث میشه عضلات قوی تری داشته باشیم. عضلات منظورم مغزیه. شما تصمیم بگیریم فردا 5 دقیقه، حالا یه هفته که این 5 دقیقه ادامه داشت بگیم میکنمش 10 دقیقه، بعد شد 10 دقیقه 1 ماه ادامه بدیم، ماه بعد بگیم من این 10 دقیقه که تونستم حالا تبدیلش میکنم به 15 دقیقه یا 20 دقیقه و همینجوری بعد از 6 ماه شما میبینید روزی 1 ساعت دارین راحت درس میخونین یا زبان انگلیسی میخونین. ذهن رو آروم آروم گول بزنیم و ببریم به اون سمت اصیلی که میخوایم. ببینیم من توی اون ویدیو خودم در مورد رازهای آدم‌های موفق یا میلیونر اینو گفتم که شما از کارهای کوچیک به زمان زیاد، یعنی این 5 دقیقه ها اگر همین 5 دقیقه ها 1 سال ادامه داشته باشه، شما با ماشه حساب بزنید ببینید چقدر شما درس خوندید. یا اگر مثلا همین 10 دقیقه ها 10 دقیقه من ورزش میکنم، بعد 1 سال میبینید یه تایم طولانی شما ورزش کردید. پس مغزتون رو آروم آروم ببرید به سمت مسیری که براتون بهتر هست و یک دفعه نترسونینش. شما اگر به کارهای گذشته خودتون فکر کنید میبینید که سالهای تصمیم گرفتین روزی 1 ساعت ورزش کنین نکردین، روزی 2 ساعت زبان انگلیسی بخونین نخوندین، چون شما مغز رو نمیشناسین. شناخت مغز به اراده، قوی شدن ارادتون خیلی کمک میکنه. خب دیگه این درش رو بذاریم یه 2 ساعت برای خودش بپذیره. گفتم شاید دلتون بخواد از نزدیکم پخت آش رو ببینین که تو این مرحله هنوز کامل نپخته، آبکیه به قول ما، اونم شام ماست. شما رژیم کیتو دیگه فقط گوشت و چربی میتونین بخورین، اینم شام ماست. اگر مایل بودین که در مورد رژیم کیتو و غذاهایی هم که درست میکنم براتون بگم، همین زیر برام بنویسین. در مورد آش هم اگر سوالی داشتین، چیزی خواستین بدونینم بگین من براتون بگم. نقطه پایانی این ویدیو این باشه. اراده قوی من که همچین آشی رو این همه زحمت کشیدم پختم، اما حتی یه قاشقش هم برای تست هم نمیتونم بخورم و اراده کردم چون آش دوغ برام ضرر داره، من MS دارم و چیزهای خیلی سرد مثل دوغ خیلی اذیتم میکنه. به خاطر همین چند سالیه که اراده کردم و به هیچ وجه چیزهای لبنیاتی مثلا مثل دوغ رو نمیخورم و اگر بخوایم میشه. ببینین که چه چیزی براتون مهمه، سلامتی براش اراده به کار ببرید، یا موفقیت توی کارتون اگر براتون مهمه حتما کم کم شروع میکنین و موفق میشین. 3 2 1 بریم به سمتش. فقط اولین قدم رو بردارین، حتی اگر شده کوچیک. اگر این ویدیو رو دوست داشتی حتما لایکش کن و بفرست واسه دوستات که اونا هم ببینن. ممنون که کنارم هستی.